دادگاه شهر دوشنبه روز 10 نوامبر سال 2022 سید احمد رحیموف پسر جهان پهلوان سید مومن رحیموف را به اتهام کشتار به 20 سال زندان محکوم کرد. قبلا ایبدار کننده دولتی از دادگاه عین چنین حکم را طلب کرده بود. بنا به گزارش رادیوی آزادی، جانب محکوم شده از قرار دادگاه ناراضگی کرده است. وزارت کارهای داخله قبلا خبر داده بود که سید احمد رحیموف 22 ساله 5 آگوست سال جاری محمد جاوید زاکرزاده ساکن ناحیه ورزاب را که از وی قرضدار بود با 17,000 به کار هلاکت رسانیده است. فردوس سپانزاد وکیل دفاع خانواده سید احمد رحیموف روز 9 نوامبر پس از اعلان حکم دادگاه به رادیوی آزادی گفت زیر حمایش در مرافعه دادگاهی از کردارش پشیمانی کرد. وی افزود که از دادگاه خواهش کرده بودند که جوانیش فرزند نابالغ داشتند و سرابان خانواده بودنش را به نظر گرفته به او جزای سبک تردیدند. از طرف خویشاوندان زیر حمایم به نزدیکان جبر دیده 52,000 سامانی همچون ضرر معنوی داده شد که آنها بعد قبول این مبلغ از دعوا دست میکشند اما به گفته خود نایستادند. افزود است فردوس سپانزاد. اما این ادعای پولگیری با وعده از دعوا دست کشیدن را خانواده جوان کشته شده محمد جاوید زاکرزاده به اساس خواندند. آنها گفتند با حکم دادگاه اعتراض ندارند. این قضیه به دلیل پسر پهلوان شناخته تاجیک سید مومن رحیموف بودن قاتل مورد توجه قرار داشت. سید مومن رحیموف که سال 1964 در دهه جاروبخال حاضره نوحه تیمورملک به دنیا آمده سال 2009 در دوشنبه وفات کرد. نخستین پهلوان تاجیک است که سال 1975 در گشتین سامبو سزاوار عنوان قهرمان جهان شد. پهلوان نامدار در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شد. دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان حالا به نام سید مومن رحیموف گذاشته شده است.